با چنین مادران سرطبیب زایشگاه تقریبا هر روز روبرو می شود، اما نه همه زنانی که قبلا دختر به دنیا آوردند از خبر تولد باز یک دختر دیگر خرسند می شوند. آنها میگویند من به شوهر و خویش و تبارم چی بگویم؟ آخر آنها ناراحت میشوند. آنها انتظار پسر بودند اما من دختر تولد کردم. آنها هم هستند که ماه‌های اخیری بارداری به تشخیص میآیند و میخواهند که اسقاطی حمل کنند. بعضی مردها حتی از پایان به همسرشان در بالا داد میزنند که اگر دختر شد میتوانی به خانه برنگردی. طول 10 ساله ها امینت بیتیکова از فهماندن آنکه جنس نوزاد از مرد وابسته است نه از زن خسته شده است، ولی با این وجود زنان زیاد به نزد او می آیند و مشورت می پرسند که از چی راه می شود صاحب پسر شد. اگر مردها میدانستند که پسر و یا دختر بودن جنین به مرد وابسته است، به شوهرانی که از خانه با این سبب زنها را میرانند پاسخی مناسب میدادند. الزت باید به زودی تولد کند. 9 ماه رسا اهل خانواده انتظار داشتند که او پسر به دنیا می آورد، اما چند روز پیش معلوم شد که صاحب دختر سوم می شود. من خودم را باور می کنندم که این دفعه حتما پسر می شود. تا دیر به تشخیص اوزی نرفتم. به فکر من بیشتری مردم پسر می خواهند. آوازخوان معروف قرقیزستان انجلیکا در یک صحبت تلویزیونی اقرار کرد که تا زمان پسردار شدن تولد خواهد کرد. با وجود خطر به سلامتی او 3 دخترش را با راه جراحی به دنیا آورده است. تیپ پیش می رود. من از هر جو می پرسم، معلومات جمع می کنم. هرچند 7 بار چین کرده 1 بار ببرم همه کار در دست خداوند است. ولی ما حالا جوان هستیم. شاید صاحب 2 پسر می شویم. از نگاه گلایم ایلیچی اکثرا زنها بنابر قالب‌های شخص شده جامعه جان خود را زیر خطر می‌گذارند. اگر در عائله 3 دختر باشد، زن تحت فشار خویشاوندان و دوستان قرار می‌گیرد. از او با استهزا می‌پرسند که کی پسر تولد می‌کند. بنابراین زنها برای پسردار شدن از واسطه های مختلف استفاده می کنند. تلاش می نمایند با یاری تقویم و یا باورهای قدیمی قرقیزی به هدف برسند. بسیار نام‌های وجود دارند که معنیشان چنین است: ما تو را نه بلکه پسر می‌خواستیم. مثلا برول معنای تغییر دادن را دارد. باورهایی هست که اگر پای هم دختر تولد شود، یکی را چنین نام گذارند حتما فرزند آینده پسر می‌شود. ژنیل هم به چنین معنی است، یعنی بگذار فرزند آینده پسر باشد. با گفته خانم گلایم حالا محض همین گونه نام‌های زنانه در قرقیزستان معمولند.